ویدیو رو از دست نده، چرا که ما در یوتیوب کانالی رو پیدا کردیم و میخواهیم 10 تا از ویدیوهاش را ببینیم و ریاکت بهش بدیم. و اگه شما ریاکت یا نظر چیزی داشتید لطفا در کامنت ها بگید و اگه خواستید ویدیوهای بعدی طبق نظر شما باشه لطفا در کامنت ها به هم بگید. اصلا چرا میخوایم ریاکت بهش بدیم؟ چون میخوایم ببینیم برای چه کسانی خوبه و به چه دردی میخوره و در چه دسته بندی این سبک از ویدیو قرار داره. پس اگر خوشتون اومد این ویدیو رو حتما لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید که هر موقع ویدیو گذاشتم شما اولین کسی باشید که این ویدیو رو میبینید، ولی قبلش باید زنگوله رو فعال کنید. ممنون که این ویدیو رو تا آخر میبینید. مرسی. خب بچه ها، ما اومدیم داخل کانال و میخوایم 10 تا از محبوب‌تریناشو ببینیم. پس میریم سراغ اولین که با 17 میلیون ویو یا بازدید. Georgina Rodriguez. Hey, I'm on vacation every single day because I love my occupation. Mbappe. De vacaciones, todos los días me paso en hotel. Haaland. تا اینجا که فکر کنم متوجه شدید این یه سری موانع میذاره و با ماشین که با هم فرق داره از روی یه سطح شیب دار میره، ولی اینجا به صورت دنده عقب هستش و باید از اون موانع رد بشه و هر کی بتونه به خط پایان برسه اون برنده میشه. تا اینجا این سه تا نتونست انجام بده. مسی هم نتونست. اسکوبی دو اونم نتونست. رونالدو. خب بچه ها، اینجا هم که مثلا تو یوتیوب خیلی رواج داره اینه که یه سری ها طرفدار یه شخصی هن، پس اونا یه چیزای ضعیف میذاره وقت که مثلا به بازه یه چی میزنن که اگه میخوای کمکش کنی لایک بذار، اگه لایک کنی این کمک بهش میکنی یا ماشینی بهتری بهش میخوره و میتونه این موانع رو رد کنه. پس طرفدار رونالدو همچی کاری رو میکنه. رونالدو. ببینی خب الان تونست انجام بده. Georgina Rodriguez. Hey, I'm on vacation every single. خب بچه ها، اینجا چند نوع بازی هست و یکی از بازی ها که میتونی تقریبا همین کارا رو انجام بدید جی تی آی هستش. تو جی تی آی هم میتونید همچین کارایی انجام بدید و من خودم این بازی رو جستجو میکنم و اگه تونستم پیداش کنم اسم بازی رو داخل چنل یوتیوب هم میذارم و شما اگه دلتون خواست میتونید برید دانلود کنید و بازی اجرا کنید. شما میتونید حتی موضوع کانالتون هم درباره همین بذارید و ازش کسب درآمد بکنید. و اینکه صداهایی بهش میده که مثلا وقتی میخوره به موانع یه صدایی از خودش در بیاره و این باعث میشه مخاطب تا آخر ویدیو تماشا کنه و ازش خوشش بیاد و بعضی موقع میشه که این ویدیو رو بپسنده و لایک کنه و کامنت بذاره. حالا ویدیو بعدی ببین بچه‌ها، اینجا جورجینا رفت اما تو اون دوتا بالاییه نتونست موفق بشه و مرحله رد کنه و اینجا باعث میشه که چند تا از طرفدار جورجینا این ویدیو رو نبینن. یا مثلا مسی نتونه رونالدو بتونه، طرفدار مسی ناراحت میشه و این ویدیو رو رد میکنه و رونالدو بیشتری موقع من دیدم میتونه مثلا این موانع رو رد کنه، اون ویدیو رو میبینه و لایکش میکنه. پس باید بین اینا تعادل برقرار بشه. خب امباپه تو اینا نتونست انجام بده. هالند تونست. مسی که بله مسی هم تونست. اسکوبیدو نتونست. حالا کریستیانو. ببینید این هم مثل همون ویدیو قبلیه. این هم یه ماشین چرت و پرت براش گذاشته، گفت اگه میخوای کمکش کنی لایک بزن و اگه لایک بزن برای اون خودش خوبه و شما هم تحریک میشید لایک ها میزنید و ماشین بهتری براش میاره و میتونه این مرحله رو رد کنه. ببینید بله تونست. بچه آهنگ پس زمین هم خیلی مهمه و مثلا نه اینکه آهنگ که با این پس زمین نخونه بذاری، یا اینکه فضای بازی هم مهمه. شما موانعی که به درد این چالش بخوره یعنی رنگی بذارید یا مثلا ماشینا را طوری قرار بدید که خوب باشه و بتونن برن و نگه که مثلا شما طرفدار رونالدویی فقط رونالدو رو ماشینش رو خوب بذاری و بقیه ماشینا رو بد. خب بچه‌ها اینجا دیگه هیچ نداره، همینه.
ببینید فقط اینجا همه چی رو رعایت کرده و موانعی رو گذاشته و صدا پس زمینه و این تیکه صداها که واکنش اینا گذاشته تا این ویدیو خوب به نظر بیاد. Cars versus Edgar. Mercedes. و میبینید اینجا یه سری از شخصیت ها انتخاب کرده و آرم های ماشین هم گذاشته. خب بچه ها این از این کانال این دسته برای اینکه کسای آرامش بخش خوبه و آدم تحریک میشه که این ویدیو رو تا آخر ببینه و حتما این ویدیو رو لایک کنه، چون اگه خوشش بیاد اگه طرف رونالدو باشه که حتما این ویدیو رو لایک میکنه و مخصوصا مثلا طرف اینجا مانترفی اونجا آرمای مثل بنز BMW و نیسان اینا رو گذاشته که بگه مثلا اینا ماشینن، ببینید کدوماش موفق میشه. خب بچه‌ها اینم از این ویدیو، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. ممنون که تا اینجای ویدیو رو دیدین، لطفاً لایک کنید و اگه خواستین ویدیو بعدی طبق نظر شما باشه کامنت بذارید که این ویدیو رو میخوام و بعدش منم همون ویدیو رو میگیرم. پس بی معطلی بریم سراغ ویدیوهای بعدی و رشد این چنل. ممنون.